در این صنعت ظرافت و خلاقیت حرف اول را میزند. در جاهایی من نفسمو حبس میکنم تو سینه، دستمو تکیه میدم و زیر میکروسکوپی که 100 برابر 80 برابر بزرگکار نشون میده، یک قسمت از مردمک چشم مثلا این سیمرغ میام کار میکنم. صنعتی که هر کیلوی آن حدوداً برای 25 نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد میکند. 42 نفر توی مجموعه ما دارن کار میکنن. در حوزه تولید ما جزو 7 کشور تولید کننده در صنعت طلا و جواهر هستیم در مصنوعات. در سالهای اخیر دستساخته‌های صنعت طلا و جواهر چشم آن طرف مرزها را هم به خود خیره کرده. امروز دستساخته‌های ما در تمامی کشورهای دنیا شده در قالب موزه، میرن اونجا دلار خرج میکنن، میرن تو موزه دستساخته‌های ما رو ببینن. علاوه بر این که توی حوزه در واقع کسب و کار و بازار داخلی دارن فعالیت میکنن، میتونن با بازارهای خارجی هم رقابت بکنن. صنعت طلا و جواهر جزء آن صنایعی است که تجهیزات و ماشین‌آلات مورد استفاده در آن تأثیر زیادی در کیفیت محصول نهایی دارد. این دستگاه ویبراتور بهترین و کم هزینه ترین دستگاه ویبراتوری بانی پولیش طلا هست که داخل ایران ساخته میشه. از 0 تا 100 هم تولید داخل هست. ماشین‌آلاتی که حالا دیگر به وارداتشان وابسته نیستیم، چرا که خودمان تولید کننده آن شده ایم. کاری که انجام میده ریختگری رو برای کلیه کارهای طلاسازی و جواهرسازی خیلی ساده تر کرده. نمونه خارجیش با قیمت خیلی بالا و نجومی هستش، ولی دستگاهی که ما اینجا ارائه میدیم با توجه به قابلیت‌هایی که خیلی بالاتر از دستگاه وارداتی هستش خیلی مغروم به صرفه تر هست. با اینکه کمتر از 1 سال این محصول تجاری شده به کشور ترکیه و افغانستان صادر داشتیم. نمونه‌های خارجیشون که قبلا ما رو تحریم کرده بودن الان خودشون اون کشورها متقاضی این ماشین‌آلاتی هستن که شما برخی رو در اینجا خواهید دید. نمایشگاه طلا و جواهر برای نمایش گذاشتن توانمندی‌های تولید کنندگان این صنعت تا روز یکشنبه در حال برگزاری است. نوروز بیگی، خبرگزاری صدا و سیما.